اگه بخواد خانم الهی حسین نژاد شما نگاه کنید، خب ایشان یه راننده اسنپ بوده، آقایان هم خیلی سعی کردن راجبش صحبت نکنن. حالا شاید به خاطر تنشی که ممکنه ایجاد بشه، من کاری ندارم. در یه مصاحبه تلویزیونی و در یه گفتگو کسی که میخواد سخن بگه باید جسارت سخن گفتن داشته باشه. مدیر عامل اسنپ مصاحبه کرده و گفته که ما تاییدیه داریم از پلیس که ایشون مشکلی ندارن، یعنی ما تاییدیه گرفتیم و من اینو پیگیری کردم. ایشون فکر کنم این آقایی که قتل رو انجام دادن کانونی بودن، یعنی توی 14-15 سالگی هم دچار جرایم شده بودن و پس اون هم دچار جرایم شده بود. نوار مصاحبه خانمش من گوش کردم، نمیدونم دیدید یا ندیدید. خب ایشان داره میگه که ایشان خیلی آدم تندی بوده، همسرش مورد عدم شرط قرار میداده، بستگانش گرفته مجروح کرده به چیزی که رفتن تو آی سی یو بستری شدن، تبعید شده به سیستان بلوچستان 3 سال و اصلا فراری بوده. خب ایشان چجوری میتونه راننده اسنپ باشه؟ ما چرا سیستم اسنپ دایر نمی‌کنیم؟ چرا اصلا سازمانی به نام سازمان امنیتی اسنپ دایر نمی‌کنیم؟ اختلال روانی ضد شخصیت اجتماعی داره. یعنی این آدم به صورت پیش‌فرض توانایی قتل داشته. متاسفانه این دخترمون بله این دخترمون این اتفاق ناگوار براش افتاده. گفتم ایشون چاقو تو ماشینش داشته. گفت ببین کسی که چاقو داره این چاقو رو به دو جهت بیشتر حمل نمی‌کنه، یا برای دفاع یا برای حمله. ایشون دفاعی که نداشته، در مقابل کی می‌خواد دفاع کنه؟ یه خانم مثلا چه هجومی داشته که ایشون می‌خواد دفاع کنه؟ پس ایشون حمله کرده، ایشون هجوم داشته. بعد سوابقی هم که دارید شما میگید، وضع روحی و جسمی این آدمی که دارید به من تعریف می‌کنید، شب نخوابی یا شب خوابیدن تو ماشینش که بعد بلند شده راحت رفته پیش به سرخالش نشسته قلیون کشیده بود برای بعد از اینکه کشته. بله. خب ایشان آیدود صنعتی اعتقادش این بود که به طور قطع کیس اختلال روانی شخصیت ضد اجتماعی داره و مسلماً مرتکب جرم میشد. ایشان شده، جرائم زیادی هم مرتکب شده.